بعد از ویدیویی که من داخلش از 1000 بلاکی کلاس کردم، حامد جیار اومد و از 1100 بلاک کلاس کرد، یعنی 100 بلاک بیشتر، و اومده که با من این رقابت رو بکنه که کدوممون کلاسر بهتری هستیم و بگم که هیچ کس به گرد پای من نمیرسه. بیا و الان میخوام یه ویدیو بهتون نشون میدم که داخلش از ارتفاع 2000 بلاکی کلاس کردم، اونم با چه لگی. و چون که با برنامه گوشیم یه لحظه خفه شو، چون که با برنامه گوشیم اون ویدیو رو گرفتم دیگه حرف نزدم و بریم که اونو ببینیم.